محترم رئیس جمهوری مردم چین جناب گرامی قدر سی جین پین، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان، حاضرین گرامی، باعث کمال سرفرازی است که حضور شما را در مراسم خاطرمان افتتاحی مجمع بناهای مأموری مجلس عالی و حکومت تاجیکستان که با کمک بی‌غرضانه دوستان چینی ما بنیاد گردیده است صمیمانه خیر مقدم گویم. به حکومت جمهوری مردم چین و شخصاً به شما محترم رئیس جمهوری مردم چین جناب سی جین پین برای دستگیری پیوسته‌تان از ساختمان این مجمع زمانوی سپاس عمیق راهبریت، وکیلان و هیئت کارمندان پارلمان جمهوری تاجیکستان را ابراز می‌نمایم. بینای پارلمان که در آن تمام شرایط ضروری برای کار و فعالیت وکیلان و کارمندان فراهم آورده شده است، با طرح ناتکرار معماری‌اش سیمای پایتخت دولت صاحب استقلال ما شهر دوشنبه را زیبا و تراوت بیشتر می‌بخشد. آن باز یک رمز دوستی ابدی، حسن همجواری، اعتماد و احترام و دستگیری همدیگری کشورهای ما در راه رشد مشترک می‌باشند. ما مساعدت و دستگیری دائمی دوستان چینی و شخصاً شما را محترم جناب رئیس جمهوری مردم چین در تطبیق لایحه‌های کلان مقیاس اقتصادی و اجتماعی در جمهوری تاجیکستان بلند قدر می‌کنیم. از روند رشد و توسعه بی‌میلان شریکی استراتژی همه‌جانبه کشورمان با چینی دوست اظهار قناعتمندی می‌نماییم و آینده آن را درخشان می‌بینیم. باور داریم که نتیجه این سفر دولتی شما به تاجیکستان مناسبت‌های همکاری کشورهای به هم دوست و همسایه نزدیک ما را با مضمون و محتوای عملی تازه باز هم غنی خواهد گردانید. لطفاً بار دیگر منتداری صمیمانه ما را بپذیرید.